سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در منطقه فاتح شهر استانبول هستیم. امروز میخوام سنگ مزار خضربیگ، اولین مفتی و قاضی شهر استانبول پس از فتح اون به دست سلطان محمد فاتح رو در 1453 خدمتتون معرفی کنم. سنگ مزار به زبان فارسی است و نکته جالبی داره که بعد از خانش اون خدمتتون عرض خواهم کرد. این شخص در 1459 فوت کرده، یعنی به فاصله 6 سال بعد از فتح شهر استانبول. خب همونطور که میبینین دوستان، متن به این شکل: خیر خلق الله استاد الورا، مفتی ایران زمین مشکل گشای، خضربیگ از آن وسیع مملکت روح پاکش کرد عزم آن سرای، بهر یادش از زبان قدسیان گفته شد تاریخ او دار رحمت ای. همونطور که میدونیم مفتی ایران زمین، اینجا خیلی نکته مهمه که باید روش تحقیق بشه که به چه دلیلی این واژه برای خضربیگ استفاده شده. اولین